بقای عمر انسان است فرزند، به جسم آدمی جان است فرزند. السلام علیکم بیننده های عزیز ما، سلام میرسانیم. امروز ما در دهه آخری خود در خانواده یعقوبک هستیم برای تبریک کردن مرجان بانو که امروز اولین بار بر خاندان پدرشان مهمان شده می‌آیند در روز زادروزشان. البته از نام یعقوبک، از نام قابل جان و سلیم جان برادران امروز عروسی نازنین تبریک میکنیم. همراهی شمایان آن لحظه ها را به هم می‌بینید. با ما باشید، تیار باشید، رفتیم. السلام علیکم مهمانان عزیز، السلام علیکم پدران، مادران مهربان، مهمانان خانواده یعقوبک. من امروز فهمیدم که در این خاندان یک بزم زیباست. طالبان دخترک نازنینشان اولین بار در روز زادروزشان در خاندان پدریشان مهمان شده ایستادند. گفتند که از راههای دور، از نام من و از نام یک برادرش که همراهی من هستند، از نام قابل جان و سلیم جان که جای ما را هیچ وقت نشان نداده در خدمت مادر و در خدمت خاندان است، از نام ما رفته خواهر نازنینش تبریک کنید گفتند. البته هممون بملال باشه مگر مرجان بانو را همراهی نرگیزه خاله و البته دردان آیتی به صحنه تکلیف میکنیم. یک قرصک میزنیم. مرحبا. مرحبا. در خاندانتان توی شده است. بزم زیبا را، توی و تنتنه را مبارک باد میگوییم. و امروز کلیم پاشای خاندانتان زادروز داشتین. در روز زادروزشان در خاندان پدر و مادرشان مهمان شده ایستادند. بگذار انمی کلیم پاشد و خاندان شما با یک پای قدم آمده باشند و همراهی خود، البته همراهی اکابیرکا یک عائله خوشبخت‌ترین را برپا کنند. سال آینده امروز دو مادران در سر گوهره نبیره ها شت الله‌های ناز را خواندن نصیب کنند. خاندانتان پرفیض شود و همخیل سان نبیره هایتان زیاد شود که باغچه بچگانه شود و دیدساز شود. هر دوی شما فقط از پشت نبیره ها سربلندی کرده توی تنتنه با آمده فقط شما را تبریک کردن گیریم. امروز بزم زیبا مبارک. حاضر ما از نام پدر عزیز کلیم پاشاتان که در مسافرت هستند، در شهر خارجی هستند، می‌خواهیم امروز این عروسی نازنین را که صاحب زادروز هستند تبریک گوییم. برای دخترکشان گفتند که امروز دختری من نسخه دل و جانی من، آرزوی من، یکو یگانه من در دنیا، در همه حیات برای پدر از همه مهربانترین فرزند این دختر بوده است. جای 10 پسر را میگفته است یک دختر. البته گفتند که من چخلی که در مسافرت بودم در وقت توی از این من رفته رسانید که بگذار همیشه در آن خاندانی که خود رفت و خاندان خودش است همیشه حرمت و عزت پدر و مادر شوهرش را به جایش ماند و ما از پشت وی فخر کرده گردیم. و البته خدا کند که سال آینده خداوند کریم یک پهلوان فرزند نبیره عطا کند بهر ما رفته یک توی کلان کنیم و باز آنها را تبریک کنیم. برایشان رسانید که از نام من، از نام خود پدرجانتان یعقوبک مرجان بانو گفتند که من تمنا میکنم این گل عروس مادر شود. آرزو دارم نخست فرزند او پسر شود. نامبرداری اکابر جان گردد میانی مردمان. نام فرزندی نخستین نام پیغمبر شود. گفتگی ها یک قرصکی بلند میزنیم برای امروز صاحب جشن ها مبارک باشد. حاضر مرجان بانو شما از نام قابل جان، سلیم جان برادرانتان، اکا جان هایتان تبریک میگوییم. گفتند که من مادر ما چند سال حوزه در مسافرت میگشتند، برای ما هم خواهر شد و هم مادر شد. هر یک روز ما با خبر گیرد مسیحچی ما، خواهری به منتی ما، زادروزش مبارک باشد. دو دیده غمگسار دارد خواهر، بوی وطن و دیار دارد خواهر. چشمش پر آب است و دیدار گسل، صبح است که صد بهار دارد خواهر. تسکین دلی امیدوارم خواهر، حسن دل فیض روزگارم خواهر. در دیده من محبت این دنیاست، من یادی تو را به دیده دارم خواهر میگویند. البته امروز برادر عزیزتان و انمی دستگل زیبای کلانترین را بهر امروزه مرجان بانو همچو توفه همچو پدرک آماده کردیم. مرحمت قبول کرده گیرید. و البته برای نرگیزایتی و دردانایتی نیز گلدسته های زیبا داریم. مرحمت اینش باشد برای شما مرجان بانو. این دو گلدسته زیبا برای مادران مهربان رمزی تشکر. مرحمت. و البته برای دردانایتی مبارک باشد. امروز روز خرسندی را مبارک باد میگوییم. امروز
یک روزی خورسندی، یک روزی فرح و شادی در خاندان بگذار. انم خیر روزها هوایدا باشد. خدا کند که نگذارید سال آینده یک توی کلام کده ختنه توی کنید و باز آمده شمایان را انم خیر تبریک کردن گیریم. امروز برای صاحب جشن ها، برای کلینتان البته نیت های نغزتان هست، میخواستیم شنویم. مرحبا. البته مهمان با خوش آمدن میگویند. امروز برای دختر نازنینشان هم از نام دردانایدی، هم از نام سلیم جان و قابل جان، از نام یعقوب اکا یک دستمانه طلا تیار کردیم. برای روز زادروزشان آماده کرده. البته بمالال باشه مگر با یک قرصه که بلند میزنیم میسپارن سلیم جان خودشان. مرحبا. مرحبا. مبارک باشد. مبارک باشد. زادروز مبارک. باید که یک تا دعا کنید نبیره را با یک آیله نوشان همراهی. البته امروز اکاویر اکا خوشبختانه حیات را برپا کنند. گفتم مرحمت بیاین ایاری ما بدسته. مرحمت بیاین اینجا. اما توی گفته که سخناتون را دوام بکنید اکا. امروز نکی بگید. السلام علیکم. خدا جانا مهمون ها شوم دیدم. نوری دیده تاجی سر شوم دیدم. من امروز نیاره ما باید شده است تولد شده که روزه شده است. همین پدرت که من به صف سلامت ساعت و در آلویم همه رفته که جای که بس سنگ شد همونجا دلکاشون یا بچه همونجا و دختر شده در آن از تو گندگی و یا نبینیم بچه اپشتی دو مهنم رویم روح که روشن شده همه کتون صاف سلامت گردتون شما باید خدا جان رحمت کلام همین رحمت همین سخنها در کار بود با چون که شما پیر خاندان هستید. شما آن هستید که این خیلی جوانان همیشه شکوفان شده میگردند. بگذار مانند شما یک عائله خوشبخت‌ترین را برپا کنند. حاضر مهمانان عزیز در روز خرسندی البته شیرینی است. در گزارش یک شیرینی زیبا کردیم. حاضر هر دو مادران یک جای همراهی کریم کاشان نیت کرده میبریم شیرینی تناول میکنیم بعد رقص و بازی خرسندی میکنیم. میلشمی مرحمت تارت‌ها را نزدیکتر میبریم پیششان با البته شیرینی را میبریم از آن تناول میکنیم. مرحمت یک دقیقه تکلیف کنیم. مرحمت کارها رو درست کنید دستشان با نیت کرده هم آشان شیرینی را برند از آن شیرینی به هم بینن. مرحمت بگذار حیاتشان پر از شیرینی های زندگی باشد. اکا برکه هر جایتان نیت کرده تا شماشا میکنیم. مبارک باشد. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
مرحمت هیچ کس از صحنه دور نرفته یک جای همراهی امروز صاحب جشن ها زنبانوان مادرانی عزیز هر یکی شما را به رقص و بازی خرسندی تکلیف میکنیم به رقص خوشحالی میکنیم اگه برکه روز خرسندی رو مبارک باد بگیم مرحمت شب من تاریکه با من باشه عشقم دنیا موسیقه به یاد تو هر شب آسومی نویسم جای تو قلبم خالی عزیزم جیگر من سر من شب و بیا بسوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبای من جیگر من سر من شب و بیا بسوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبای من شب من تاریکه با من باشه عشقم دنیا موسیقه به یاد تو هر شب آسومی نویسم جای تو قلبم خالی عزیزم جگر من سر من شب و بیا دنیای من خواب خوشگل شبهای من جگر من سر من شب و بیا بسوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبهای من
دلم به تو باور کردم رفتی من پیش خدا از تو شکایت کردم دستش دودم درم شب تو را میخوندم تو در قارم گفتی که بها میمونم جیگر من حسن من شب و بیا بسوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبای من جیگر من حسن من شب و بیا بسوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبای من بله بله دوباره باشد بسته روی من گوشه روی من سری سیبو عاشقی روی من بسته روی من گوشه روی من سری سیبو بدیلم شداری بدیلم شد روی زیبا داری منصور داری بدیلم شداری بدیلم شد عاشقی روی من بسته روی من کشته روی من سبی زیبا عاشقی روی من بسته روی من کشته روی من سبی زیبا
نکنه شما نکنه نه شما گفتم نکنه نزان نکنه به شما بچه نکنه بگو شمی ها نکنه چال لیله سفرم خیله چال لیله سفرم خیله لیلی لیلی لیله سفرم خیله لیلی لیلی لیله سفرم خیله من امروز یک روزی خرسندی و شادمانی را، یک روزی نکو را به آخر رساندیم و البته آن لحظه های خرسندی را همراهی شمایان به هم دیدیم. امروز در خاندان یعقوبکه، در خاندان دردانایت مهمان شدیم. دختر نازنینشان که اولین بار در خاندانشان مهمان است و البته زادروز دارد. تبریک کردیم. مانند هر روز و هر وقت با ما باشید. با شبکه شهناد خود را احتیاط کنید. جشنی زاد روز شما در زندگی خوب و خوشترین روز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادن از آن که روز فیروز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادند از آن که روز فیروز شما شادند از آن که روز فیروز شما زادروز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چی زیباست
این روزی نگویتان مبارک مبارک. مایان همه دل شادیم از غم همه آزادیم، مایان همه دل شادیم از غم همه آزادیم. تبریکی شما گوییم از بزم و طرب شادیم، تبریک شما گوییم از بزم و طرب شدیم. روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. ما اهلی هنر خواهیم خوشبختی زمان باشه، ما اهلی هنر خواهیم خوشبختی زمان باشه. در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه، در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه. امروز که روزی جشنی زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شدن از آن که روزی فیروزی شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روزی فیروزی شما. شادند از آن که روزی فیروزی شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک.